من در جواب دوست عزیزمون که در مورد لباس و اینکه لباساشون گاهی اوقات شاید مناسب نباشه برای امامت، انسان چه برای امامت یا برای نماز خواندن به شکل فردی، در هر صورت باید سعی بکنه که بهترین لباسش رو بپوشه. شاید نهایتش از شما 10 دقیقه وقت بگیره. من یک کارگری رو دیدم در یک شرکت نفتی کار میکرد که همیشه یک دست لباس تمیز تو ماشینش داشت. موقعی که مثلا میخواستن نماز ظهر رو تو سر کار میخوندن، موقعی که میخواست نماز ظهر رو بخونه میرفت لباس رو میگرفت از ماشین، لباس کارش رو در می آورد، این لباس رو میپوشید، نمازش رو میخوند، برمیگشت لباسش رو عوض میکرد. شاید این کل این کار 10 دقیقه بیشتر وقت نگیره، 5 دقیقه در قبل از نماز، 5 دقیقه هم بعد از نماز، یا نهایتش 20 دقیقه بگیم، 10 دقیقه. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، دوستان اگر نشون بدن، سوره اعراف در آیه 31 میگه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. ای فرزندان آدم، به هنگام رفتن به مسجد، در اینجا مفسرین میگن منظور تنها این نیست که اگر به طرف مسجد رفتی، منظور اینه که در هر نماز، در هر جایی که میخوای سجده بکنی، در هر جایی که میخوای نماز بخونی، زینت خود را برگیرید. شما تصور بکنید همین برادرانی که در همین اتاق نشستن و نماز جماعت میخونن، گاهی خود میگن لباس همون تمیز نیست یا لباس همون شایسته نیست برای امامت. اگر رئیس جمهور افغانستان بخواد که شماها رو به حضورش بپذیره در قصر ریاست جمهوری، آیا با همون لباس کارتون میرید؟ اگر لباس نداشتید آیا قرض نمی کنید، لباس نو نمی خرید؟ رئیس جمهور که هیچی، شهردار همون منطقه بخواد شما رو ببینه، یک والی بخواد شما رو ببینه، یک انسانی که از شما یک کمی علمش یا پولش یا منصبش بالاتره بخواد شما رو ببینه، آیا حاضرید با اون لباس پیشش برید؟ طبعا حاضر نیستید. الله سبحانه و تعالی مالک آسمان ها و زمین ها، شما در حضور ذات اقدس الهی میخواهید حاضر بشید. فقط با خودتون فکر بکنید که آیا این لباستون شایسته هست که با این لباس حاضر بشید؟ خیلی آدم متاسفانه میبینه که طرف موقع جلو رئیسش، در دفتر کارش، در شرکت، کارخونه، در پیش مردم حاضر نیست که با لباس خواب یا با لباسی که شایسته نیست ظاهر بشه، اما حاضر با اون لباس عادی بره مسجد نماز بخونه، هیچ براش مهم نیست. یعنی سبب این عدم اهتمام به آرایش ظاهری در نماز اینه که ما تا هنوز درک نکردیم که در مقابل چه ذاتی ایستاده ایم. و ما قدر الله حق قدرهی، که انشاءالله امیدوارم شما و بینندگان عزیز ما از جمله این انسان ها نباشن، خدا را اونطوری که باید و شاید قدر نکردن، نشناختن. یکی از نمونهاش همینه که ما وقتی در نماز وای میستیم این احساس رو نداریم که در مقابل چه ذاتی ایستاده ایم. کسی که همه امور دنیا به دست اونه. کسایی که نماز رو تون میخونن یا به خاطر نماز خواندن حوصله نمیکنن لباس عوض بکنن یا اونطوری که باید و شاید نمازشون رو ادا بکنن. چرا این کارو میکنید؟ به خاطر کار؟ میخواید 5 دقیقه کارتون تأخیر نشه؟ به خاطر رزق و روزی میخواید که تجارتتون، مغازتون 5 دقیقه دیرتر نرید؟ رزق شما، جان شما، همه چیز شما در اختیار کسی است که دارید براش نماز میخونید. اگر این رو ما ایمان داشته باشیم که امکان داره که شما نماز رو تون بخونید، نماز مثلا که 10 دقیقه وقت میگیره در 2 دقیقه بخونید، در 5 دقیقه بخونید. نماز رو سلام دادی، قبل از اینکه بری سر مغازت، سر تجارتت، سر کارخونت، الله سبحانه و تعالی جانتو گرفت. جان ما در دست الله سبحانه و تعالی است. این درک رو اگر داشته باشیم هیچ وقت
نماز رو با عجله نمیخونیم به خاطر اینکه کارمون دیر میشه. پس همه امور جهان، همه افعالی که من میخوام انجام بدم در قبضه اختیار ذاتی است که ما داریم براش نماز میخونیم. ببینید میگه فویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران. نمیگه وای به حال کسایی که نماز را ترک کردن، میگه وای به حال نمازگزاران. چرا وای به حالشون؟ چون نماز رو تند میخونن، چون به نماز اهمیت نمیدن، نماز رو به وقتش نمیخونن. در احادیث اومده طرف اومد نماز خواند، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که برگرد نماز بخوان، تو نماز نخواندی. رفت نماز خوند، برگشت گفتم برو دوباره نماز بخوان که تو نماز نخواندی. دوباره اومد گفتم برگرد برو نماز بخوان که تو نماز نخواندی. اگر ما همه ارکان و واجبات و سنن نماز رو آنطوری که باید و شاید انجام ندادیم، در حقیقت ما نمازی نخواندیم. اصلا الله سبحانه و تعالی به نماز ما احتیاج نداره. همه انسان‌های روی زمین نماز نخونن مگر از ملک الله سبحانه و تعالی پشیزی کم میشه؟ نه. همه نماز بخونن مگر به ملک الله سبحانه و تعالی چیزی اضافه میشه؟ نه. ما داریم برای خودمون میخونیم. نمازمون، عبادت هامون همه به خاطر خودمون است. الله سبحانه و تعالی نیاز نداره. اما عده طوری نماز میخونن که انگار دارن منت هم میذارن که ما 5 وقت داریم نماز میخونیم. تشکر میکنم از این بیننده عزیزمون.